درود دوستای عزیز، به کانال هونت تاوسیوی خوش اومدید. مرتضی هستم و یک بار دیگه مثل هر هفته امروز آمدم خدمتتون یه سری کلیپ های ترسناک روز رو براتون بذارم. دوستای عزیز، فقط ازتون یه خواهش دارم، لطف و محبت کنید، نظرهای خودتون رو بنویسید که من بدونم کلیپی که میذارم آیا خوبه. اگر خوبه که تلاش کنم خوبترش کنم، اگر بده تلاش کنم بهترش بکنم براتون، چون نظرهای شما دوستان هیچ سودی برای کانال نداره. تنها سودش اینه که به من انرژی میده تلاشم بیشتر کنم و خدمتگزار شما باشم و کلیپ های خوبی برای شما بذارم. و ازتون خواهش میکنم که کلیپ وقتی نگاه میکنید از اول بشینید نگاه کنید، نزنید هی تیک تیک جلو نگاه کنید، چون اینجوری بهتون اون حسی که دوست دارین رو بهتون نمیده. پس تجربه کنید، یک بار از اول بشینید تا آخر کلیپ نگاه کنید، حتما هدست بذارین، هندزفری بذارین، گوش بدید. بریم سر وقت کلیپمون. دوستای عزیز، کلیپ اولمون احضار یه آقای اندونزیاییه، داره احضار میزنه. بعد دقت کنید پشت آتیش دوستان شماره بندی هن کلیپ هایی که گذاشتم. من هیچ وقت سر کلیپ ها نظر نمیدم که اصل فیک. شما لطفا خودتون نظر بدید، بنویسید شماره 1 فیک، شماره 2 اصلیه. اینه چی میگم، خودتون نظر بدید. اینجوری میخوام نظر شما رو بدونم. دقت کنید بچه، تو صورت مرده دقت بکنید، قیافه مرده رو دقت بکنید. دختره صورت زنونه داره، درسته؟ الان دقت کن صورتشه، اصلا قیافش عوض میشه. مرده نگاه کنید، شیرین مرده 100 درجه عوض شد. نگاه کنید الان این دخترش. دوستان این با سیستم یا با ادیت و اینا نیست اصلا همچین چیزی. این خونه تسخیر شده است، 2 تا جن داخلی خونه است و از انرژی اینا میره تو جلدشون و برمیگرده. یعنی اون حاله‌ای که محافظ بدن انسانه از بین رفته، باعث شده که بره تو بدنش و در بیاد راحت. نگاه کنید، دقت کنید. این صحنه خیلی جالب بود برای من. زنه انگار یه چیزی داره میبینه. ببین، یه زن انگار یه چیزی داره میبینه. یه دفعه قرص میکنه، نگاه کنید. انگار یه اسرائیلش اومده، عجلش اومده یا جنی دیده برگشته تو داره نگاهش میکنه، اینطوری یه دفعه قرص میکنه. این دستاش اصلا اینجوری شده. نه یا قرآن دوستان، این هم دوستمون ایرانی جستجوگره. یه خونه ای هست جن زده است. رفتم که می‌خواستم برم توی یه خونه، توی این خونه تصویر شده هست ویدیو بگیرم. حاجی فقط نگاه گربه های اینجا کن، اصلا یه چیز عجیبیه. این خونه. این صحنه رو دقت کنید بچه‌ها. اینو با فلش قشنگ نشون داره میده چطور زده زمین به صحنه
هم برگردونیم. ببینید اصلا یه حالت یه نوریه، اون نوری زده زمین، اون نور باعث شد که بخوره زمین. یه چیز عجیبی بوده. این آقام خونش تسخیر شده، این همون خودشه. کلیپاشو پشت سرم گذاشتم. هیچ کس نیست. دقت کنید به صندلی، دقت کنید. Who's there? صندلی اصلا کشیده شد. الان این باز خودشه بیرون از خونه. این همه دوست ایرانی مونه، جستجوگره، رفته جستجو کنه. فقط یه تیکه از صحنه‌ش من پیچی کردم. ببین دقیقا صحنه سرش ببین کشید عقب. Get out. You're gonna lock yourself in the laundry room again? You're not leaving? این آقام خونش تسخیر شده است. دقت کنید اینجا. این دوربین گذاشت که خود ببینید، نگاه کنید از دم در رد شد، در صورتی که در بازه، هیچی پیدا نیست، هیچی. ببینید صدا. If you're walking by my office, I want you to knock it off. در نگاه کنید، در. Holy. Is that you making all that noise back there? This thing's always closing doors. حال سیاه دیدین؟ You need to get out. Dude, will you knock it off, please? دوستان حتما هندزفری هدست بزنید، گوش بدید، نگاه کنید حال سیاه. You gotta get out. You're gonna lock yourself in the laundry room again? این You're not همون leaving? حال سیاه بودن که عدم در رد شد. احضاری زدن، کل خونه آتیش گرفته. اینجا رو نگاه کنید، این هم دوست ایرانی مونه. دقت کردید؟ یه که چنگ انداخته، حالا اون یکی ببینید چی آتیش زده. خب من اینا تیکه هاشو جمع کردم. اومد داره سرک میکشه. ولی شیشه های کل شب بزنیم. دوستان اگر کسی بود او درخت پیدا نمیشد. یعنی چی میگم؟ یه سایه رد شد. بسم الله یا خدا. خیلی عجیب. این خونه واقعا تسخیر شده است. من تمام کلیپاشو میبینم همیشه مرتب. So sick of this. What the Okay. Sorry, Billy. What was that? وسیله هاشون همینجور پرت میشه. A box. Great. دوستان خیلی خواستن از It's okay, Billy. کسایی که ادیتورن، از این خارجی ها، آمریکایی ها، انگلیسی ها، خیلی خواستن که مثلا سر ما چینا رو بگیرن که مثلا ساختگی کلیپاشون. هیچ کس نتونسته تا الان ساختگی بودن کلیپای اینا رو به رسمیت بشناسه، یعنی واقعا کلیپاشون ساختگی باشه.
now. Fucking hell! Oh, you're scaring Billy. Stop it. خیلی بده آدم You're اینجوری taking تو the خونش اینجوری باشه. You are taking the piss. تمچار برقی No, نمیده. Billy, it's okay. It's okay, mate. Oh, گربه ترسید بیچاره. sake. What a mess. اون از کجا آورد؟ یه دفعه انداخت. Billy. دوستان اتفاقات خیلی بدی براشون افتاده توی خونه. Hey, Billy. نگاه کن. It's okay, mate. میگم تا الان کسی نتونسته Oh, سر مچ اینا رو بگیره که کلیپاشون ساختگیه. Billy. Oh, for f***ing hell. گربه رفت گوش قایم شد از ترس پشت مبل. Billy. Hey, mate. Hey, mate. What Oh. the f*** is going on? صندلی کشون دقیقا. I haven't got eyes in the back of me head. Billy, where'd he go? یا پشت سرش انداختش. Piece of میزه همینا Hey, Billy, چی؟ گربه بیچاره. Billy. آه Well, I don't want to sit down. Thank you very much. خیلی ممنون صندلی فرستادی. Oh, that's enough now. Hey, Billy. Billy. گربه بیچاره Hey, ترسیده. mate. Hey, Billy. Don't bite me. Come on, mate. دوستان اینو دقت بکنید. یه چند شب بچه خود به خود گریه میکنه. مادر میاد پیشش ازش میپرسه، یعنی اینو که تو پیج زنه نوشته بود زیرش که چی نوشته اینو دقت کنید. چند شب خود به خود بچه گریه میکنه، مادر میاد پیشش، بچه چیزی میبینه ولی مادر چیزی نمیبینه تا الان که یه اتفاق میفته براشون. Kom här Pekka. دختره بیچاره هر شب گریه. دوستان خارجی ها هیچ کس جرأت همچین حرکتی نداره که بخواد فیلم از بچهش بگیره همچین کاری بکنه. یعنی قانون خارج از ایران، خارج از افغانستان، اینایی که بچه‌هایی که خارج از ایران و افغانستان زندگی کنن میدونن سر بچه خیلی حساسن، مخصوصا بخوان کلیپ اینجوری بذارن. در جا سریعا پلیس بچه نمیگیره از اون خانواده که چرا با بچه اینجوری کلیپ پر کردین. یعنی چیزی نیست که ساختگی باشه، بس هم اینه. زنگ خونه صدا در اومد، آجیر خونه. پرده رو نگاه کن. Physically standing by the blinds in order to close them like this, and also all four of them close at the exact یعنی same میگه هر time. کدومشون It's جداگونه بسته not- میشه. it's not battery powered, it's- در That's not creepy. Trying my best not to freak out. So, to close these, AC was not on
when the door closed. It's very loud. فند خونه روشن شد. کولر خونه Coming میگم. from the vent. The air vent could not have pushed this door closed in that other video because the air was not on, the AC was not on. اینم جنگیلیه که گذاشتم که شما هم ببینید. این جنگیریه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. دوستان بغل تلویزیون رو نگاه کنید، حال سیاه. سریع به دقت کنید. دوستان صدا خورناز. مرد خواب، بچه‌ش هم جفتش. نگاه کن. دوستان اینم از کلیپمون. امیدوارم که لذت برده باشید و خوشتون اومده باشه و اینکه از صمیم قلب تشکر میکنم ازتون که کانال حمایت میکنید و کامنت میذارید و لایک میکنید. سپاسگزارتونم. بدرود میگم تا مستند دیگه دوستای عزیز.